السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. هموطنان عزیز، کسانی که صدای ما را میشنوید، قراره که شما اطلاع حاصل نمودید تعداد زیادی از هموطنان ما و صدها هموطن بیچاره ما در حادثات اخیر در ولایات شرقی افغانستان جان خود را دست دادن و همون چیزی که داشتن، سرپناهی و یا چیز دیگه که داشتن از دست دادن. و ما مسئولیت ما خود میدانیم من حیث یک هموطن و من حیث یک مسلمان که در کنار ایشان باشیم. در کنار بودن ما این است، به این معناست که ما باید تا حد توان خیش کوشش کنیم به هموطنان خیش کمک بکنیم و شما میتونید که کمک های خیش را از طریق بنیاد خیری باران رحمت هم بفرستین. انشاءالله که 100% به مستحقین میرسد و به خاطر اطمینان قلبی خیش بعدا میتوانید که کانال فیسبوک و کانال یوتیوب خیری باران رحمت را مشاهده کنین و فعالیت های را که در ولایات شرقی صورت میگیرد و چشم خیش ببینید. سلامت باشید عزیزان. انشاءالله یک نمبر بانکی هم نوشته شده است. اگر کسی توان کمک داشت میتونه کمک خیش را از طریق بانک و یا از طریق دیگه بفرستد. الله متعال در میزان حسناتان بیفزاید. اوقات خوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.